سلام علیکم همدیوران عزیز، اعضایان گروه انگور و باغ. امروز 29 می سال 2024 می باشد. قرار دارم در خانه اکای عبدالله. اکای عبدالله سلام علیکم. من خانه شما اومدم نوار گیرم. همین نشو نمایی رحمت شما ده نشو نمایی انگوری من این گلوش ریزونیم. انگوری کشمیشی امریکایی نوعی هالووین افسانه، نوعی افسانه. همین نهالی که میبینید، من اینجا کندهش همین نهالی میبینید راست دو ساله میباشد. این اکای عبدالله نمیدونم یا که همسایه هاشون اشونای بقوتن چیان یا خودش دمون نفسی زور داره که در یک سال 19 متر همین 19 متر با حسابی که چند همین نودهاش که هر طرف رفتگی حساب کردیم 19 متر دوونده برد. در دویم سال هم که حاصل داده است. این انگوری کشمیشی امریکایی نوعی افسانه. این همینقدر بسیاری بسته که با تو باز گفتن تو گوشاشو بسته. این انگوری به نهایت زیبا و با مزه باشد. شیرین هم است، بر وقت پزم است. از دور یک نهالشو بینم. اکای عبدالله این انگور یک 10 کیلو شما گفتید یک 10 کیلو میبندد، خودش هم 10 کیلو بسته است. بو نیمی نودهاش گرفته پیوند کرده. همین کدوم آدم ده که همین انگور باشه سالای پیش که انگورای خنک زده بود انشالله یک درخت اگر شنونه همین اویلر انگور سیر میکنه. رحمت با این خنک نمیزده است. این خنک نزد، همه خنک زده مثل این خنک نزد. در خونه من در تگی برف بود خنک نزد، در تگی خنکی همه ازد این نزد. در خنکی تو باور بود از کشمیش، یعنی که به دانه ما اینا خدا خواهد بعد از 2 ماه میپزه ما اومده یک تکشه یک اومده در جوش با شما نشون میتیم وقتی که سرخ شد. اکای عبدالله از این یگان وای کرده نهال با پرورش کرد شده. 150 تا درخت خوب انشالله تیار میکنه. 150 دانه درخت خوب میشد. همدیوران عزیز گفتن نماند که امسال اواتر بسیار میشد، لیکن از یک قسم دیگر انگورها نو پیدا میشود کم. یعنی این افسانه لامبرژینی استالتیا از این انگورها کمتر میشد. 100 150 200 خوشگی نهالی میشود و اواتر از سببی که بسیاری کردن اواتر بسیارتر میشود. البته نرخ اواتر ارزانتر میشود نسل به سال دیگه. ارزانتر نه، خیلی خیلی ارزان. و با من پیونداش رو بینید. این چی بودش؟ این با سانتی این انگورا از کجا آورده؟ یک خیلی انگورای نو باز گرفتیم آورده. پیوند کرده انگورای بهترین بعد انگورای مسکت خوب آورده. مسکتش چی من نداره اکای عبدالله؟ من انگورای که یعنی شما اکا پیشتر همین انگورای خوب با مزه رو همین استعمال میکردین هیچ کس گاو نمیزده. همین مسکت چی به؟ فهمیدیم که مثلا انگورا مزه اناناس داشتن. انگور مزه بنان داشته است. خداوند کریم یک خیلی میوه در هندوستان، یکش در عربستان و در تاجیکستان یک دانه انگور رو میخورده تمام مزه همین انگور همین مزه هم میوه در تنه همین ما هم کورا نفهمیدیم. رحمت بسیار من قد جنجال کرد. بسیار من جنجال کرد سوده که همین انگور رو وجه کردن ندادم تو نه من خیلی دادم تو نه زیاد کنه دکه. معنی مسکتش چی؟ معنی مسکتش یعنی که مزه داره. مسکت گفتن روسا مزه داره. مسکتی یعنی که مزه انگور نه دیگر خیلی مزه دارد. اکای عبدالله هم خیلی چند نمودی میوه با من یک درخت دیگه اینجا ده اینش هم افسانه. اینا ببینید این چه بوریکی دراز شدگی در یک نوده دو خوشه دو خوشه بستگی است. به نهایت بسیار بستگی است و امسال نشان میتیم به شما همین میوه همینا ما میپزونیم. اکای عبدالله میگه هیچ کس نخورد قراولی کنند و به شما آوردن نشان تیم. انا همدیوران عزیز این بود یک نوار از انگوری افسانه نمای انگوری افسانه. همین سال گذشته همین انگور رو همین درخت رو همین اگر باور میکنید نمیکنید غوسی همین درخت از خانه من گرفتگی بودن چینی همین قلم بود زپاسکا بورینگ بود. همین در یک سال چنون کرده است که من میگم که این همسایه هاش اشونای زوره بگمونم دم نفسش زور میباشد خیلی دم نفس خشون هم زوره. کجا شما مصلحت خوب شما دادین همچنین متخصص خوب چه که مثلا نفهمیدیم شما مثلا چه کدکه شدیم مراد اکر چی کردم هر چه که نبوده چه که نمیدونم میپرسیم ایا کس نگاه میکنه که توصیه خوب میتونه توصیه شما به نظر گرفته. من همین مثال نگاه بین کردیم این روز 100 تا شکر خدا عکسی که مثلا 2 ساله که
میوه کمتر بود، انگور کمتر بود، نگاه میکنیم ایشون سیل پوری ایشون استعمال میکنیم. خدا خواهد ارزانی میکنیم انگور رو، سورت انگور رو بسیار میکنیم. همین یک کار دیگه میکنم من که چی؟ وقتی همین انگور پختند یک تا تشکیل میکنم بچه پاتشکو بیام در شما در همین نوار رو در شما میپرتیم که مرحمت کنیم یک بینه هر یک انگور یک دونه دو دونه مثال گرفته استعمال کنیم بینیم یک چند تا یک قریب زیاده از 100 نمود ویستفکه میکنه. همین اگه عبدالله رحمت به شما اکنون شما در یک تصور که چند نمود انگور اگر خطاگی نکنم 10 نمود کرده ایستادید 15 نمود سبزاینده ایستادید نیحالا شد چند نمود؟ که از کوشش کردیم که انگور کشمش‌های که مثال خوبه که در جهان پیدا شده‌اند همونها شما دسترس کنیم دیگر رو دست میکنیم کم کم همینا زیاد میکنیم همین بازار استعمالی مثال خوبتر کنیم. گفته انگورایی که یا مزه خوب دارن یا حاصل خوب دارن خوشهای کلان دارن همین یک کسان که مثال گیر شینانه همین آینده در رحمت بیان در همین رحمت همین گروه شما ده که یک خیلی آدم سال گذشته گفتن که ما میبینیم من انگور چخیل همه انگور میبره نمیبره گرفته ایما درخت گرفتن بردن بسیاری همین شخصایی که گرفته برده بودن گفت وازی میگن که 5-6 خشه درخت یک ساله بسته چند خشه همیرم مونیم این همین مثال همین خوب است که او یک تا دیگر که با جای همین انگوری که همین سال چند کسی که گرفت در مابین اینا 50 کس بود می 100 کسی گفت که انگورش خوش شد یا نهال 9% تیلی افته دادیم یا پولش رو گردان دادیم اکا برای که ما کفالت میتیم درست اکا عبدالله یک جهان تشکر. اوزه میگذاریم یک نوار از مندرینای شما با شما یک جهان تشکر. الهام دستتون درد نبیند.